گردش مال بین تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2021 به پایانترین سطح رسیده. مقامات میگن آن اکنون ممکن به 0 برابر شود. این حالت بی سابقه نامیده می شود. نسبت جمهوری قرقیزستان در مجموع حجم گردش سودا 25.1 میلیون دلار تشکیل کرده. از این 3.3 صادرات و 21.8 این واردات را تشکیل کرده است. رشد باشد اگر اینکه کم شوی حجم گردش سودا صادرات اگر در نظر گیریم 43%. خدمات گمرک در منطقه سوخت میگوید کاهش داد و ستد مرزی حالت تشویش‌آور را به وجود آورده است، زیرا چندین ناحیه‌های کشاورزی شمال تاجیکستان از فروش محصولات کشاورزیشان روزی خود را پیدا می‌کردند. همین جنگل با منفعت یابون دولت گفتن فرموده باید با منفعت دولت با منفعت دولت تاجیکستان با منفعت قرقیزستان. در ولایت سوخت سال گذشته ده‌ها شهروند قرقیزستان برای عبور غیرقانونی مرز بازداشت و جوابگر شدند. بختیار عاقل‌زاده رئیس دادگاه سوخت روز 15 فوریه در نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت که سال 2021 برای عبور غیرقانونی مرز 39 نفر شهروند قرقیزستان به جوابگری کشیده شدند. مقامات دادستانی هم نسبت سالهای پیش موردهای زیادی ویران کردن بود و باش شهروندان کشوری همسایه را به قید گرفته است. در سال 2021 نسبت شهروندان جمهوری قرقیزستان برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش 60 پرونده مأموری با ماده 499 قسم 1 کدکس قانونی مأموری آغاز کرده شده. قرقیزستان پس از مناقشه ماه اپریل سال گذشته مرزهایش را برای تاجیکستان بست و دو کشور ده‌ها شهروند همدیگر را با جرم‌های گوناگون بازداشت و زندانی کردند. مقامات هر دو کشور این بازداشت‌ها را معمولی می‌نامند، ولی کارشناسان می‌گویند معرکه بازداشت شهروندان از جانب دو کشور انگیزه سیاسی دارد و به خاطر فشار به همدیگر روانه شده است. آخر ماه اپریل سال گذشته در جنگ مرزی بیش از 50 نفر از دو جانب کشته و زیاده از 200 نفر زخمی شدند. نامعینی خط مرز و تلاش‌ها برای غصب قلمروها سبب این درگیری‌ها می‌شوند.